خاموش کرد. آخرین روز شب عاشور هیچ کسی نرفت، ولی در ابتدا بعضی ها رفتن. یکی اینا بهشت میرن. از بیعت حسین هم آزاد بودن علیه السلام. دومی اونها بودن که همراه با حسین موندن، گفتن یا حسین زندگی ما با تو هست، میمیریم با تو، زنده میمونیم هم با تو. مثل افرادی که موندن و مثل افرادی مثلا وهب بن عبدالله قلبی، مثلا حر، اینها گفتن که ما به دنبال بهشت نیستیم، ما به دنبال این میشن شما هستیم، کار شما هستیم، وظیفه شما، ما در این وظیفه با شما زنده بمونیم یا میمیریم، مسئله نیست. و سومین نفر یه نفری بود که حسین نامه نوشت که ای حبیب بیا کربلا، من در کربلا رسیدم، خانم ها خانواده ما هم همراهیم، از بیا اینجا. 3 راه برای ما هم باز است. اگر با حسین با دعا با این مجلس میخوایم بهشت بریم، خلاصه امام حسین میگه برو بهشت برو، ولی چه فایده دارد؟ نه بهشت آمدن. دومی اونها هستند که میگن که اگر زنده بمونیم با حسین با امام زمان، اگر کشته بشیم مسئله نیست، ما آماده ایم. چندین نفر در پاکستان و افغانستان و لبنان و فلسطین خود را میدن به مرگ، با مرگ طوری میرن که انتظار ندارن که مرگ بیاد اینجا میرن که به مرگ برسن، نمیترسند از مرگ، چون محبت اهل البیت، محبت خدا، محبت رسول، محبت کربلا در قلب دارن. اینو دومین راه برای ما. ولی سومین راه یه مشکلی هست ولی ناممکنی نیست که حسین بگه که بیا اینجا روز قیامت، مولا حسین بگه که بگذارید این افراد ما هستند، خوشه به حال آنها که برسن به اون منزل. خلاصه دومی افرادی هستند که مشغول به آخرت هستند و سومین که مشغول به مولا هستند. اون میخوان که مولاش چی میخواد، هر چی مولا میخواهد راضی هستند. الراضی بالقدر و القضا. مولای حسین رو فقط این نمیدونه که برای بهش ما میخوایم، با مولا جان پسرم مریضه، دخترم مریضه، فلانی بل دارم، فلانی قرض دارم، درست اون کارها میکنن، ولی به دنبال این کارها فقط نیستن. اونا میگن مولا با شما هستیم، هرچه امر فرمایش شما باشه ما حاضریم انشالله. سفر ما آغاز از سر تسلیم خم کردن میشه. کربلا کار اون افرادی هست که تسلیم شوند پیش خدا، پیش امام زمان، پیش امر مولا تسلیم باشن. تسلیم 100%، نه 90%. این موقع میخوام خب مولا گفته است درسته، ولی این کار مولا نه. عادت کنیم که هر چقدر که مولا از من میخواد باید انجام بدهند. اون موقع بچه های ما در حصار امام زمان هستند، خانواده ما حصار امام زمان هستند، کارهای ما در حصار امام زمان هستند. صلوات بفرستید برای ما. کربلا آسان نبود، کربلا آسان نبود. 1400 سال گذشتن، بیش از اون. امروز هم ما که میشنیم که مثلا چی شده در کربلا، اشکای ما خیس میشن. چی بود در کربلا؟ همه، هیچ یک نفر از دوستان ما باشه یا با ما باشه، مثلا یه سفری کرده باشم با اون، اگر بمیره یا مریض بشه ما ناراحت بشیم، فلانی با من بود، در سفر به من بود، یا مثلا ما برای زیارت رفتیم همراه با من بود. ولی حسین افرادی داشت که حسین واقعا مولای آنان بود. از دوستان افرادی بودند که به عنوان مولا حسین را قبول داشتند، هر امر مولا را پر کردن یا انجام دادن وظیفه خود میدونستند. این افرادی بودند.
یکی در پیش نظر امام حسین شهید شده. یکی از شخصی نبود که قلب امام حسین را نلرزانده. به لرزه آوردن قلب امام حسین را. اینقدر محبت و عشق با حسین داشتن از دوستان. بعد از اون خانوادهشون نگاهی بکنید، حضرت علی اکبر را نگاه کنید، به حضرت علی اصغر را. در این جهان هم وقتی که جنگ ها می شوند برای حوصله پس دادن دشمن چیکار میکنه؟ بچه های ما رو میکشه. در یمن چیکار کردن؟ یه سکول رو بمباران کردن که بچه را بکشن. در افغانستان چی کردن؟ کودکان را، بچه ها را، دختران را، خانم ها را کشتن که حوصله ما را خراب کنن. ولی اونها که علی ولی الله میگن حوصله اونها پایین نمیاد. ولی برای حسین طوری نبود که بچه ایش رو کشتن. بچه علی اصغر را در دست حسین کشتن. حسین این همه چیزها، هر کسی که شهید شد همراهش حسین شهید شد. ما ذکر شهادت حضرت قاسم کردیم ولی دیروز به ما گفتن که دوباره ذکر شهادت حضرت قاسم رو بکنیم. امام حسن بهشون سم دادن، زهر دادن. این سم عادی نبود، خیلی رد بالا یه سمی بود که جگر حسین علیه السلام از دهنش بیرون می آمد و هیچ موقع کسی اگر مریض بشه اولین کاری که میکنه میگه برو خانم ما رو صدا کن. ولی مظلومیت امام حسن رو نگاه کنید که نتونست به خانم بگه، به زنش بگه که اون رو صدا کنید. برو زینب رو صدا کن. زینب آمد، دید امام حسن علیه السلام آلوده به خون. چند مدت بود کسی نمیدونه که چقدر طول کشید. ولی اون موقع میگن که حضرت قاسم تقریبا سنش 1.5 سال بود تقریبا. سینهش اگر درد بکنه کسی نمیخواد که کسی سوار سینه بشه. ولی حضرت قاسم رفتن سینه امام حسن سوار شدن. حضرت زینب آمدن میخواستن جدایش کنن. امام حسن گفتن نه، این رو جدا نکنید. این تسکین میده به قلب من وقتی که من بر سینه من سوار میشه. 1.5 سال بود. شاید که امام حسن نگاه میکردن که در کربلا وقتی که برادر عزیز من حسین تنها میمونه، اون موقع قاسم از طرف من با ایشون هدیه میشه. چه کار کردن؟ یه نامه کاغذی گرفتن، یه نامه نوشتن و نامه دادن به حضرت ام فروا که یه موقع میاد که قاسم خیلی تنگدل میشه. یه زمانی میاد که قاسم خیلی تنگدله. اون موقع این نامه را باز کنید. در کربلا در شب عاشور همه جوانان، همه پسران، آن و محمد و دیگران داشتن آماده می شدن که فردا ما اجازه میگیریم و میریم به جنگ. یه موقع پیش آمد که حضرت قاسم میخواست که بره، چون نشانی امام حسن بود. سنش تقریبا 13.5 سال بود در کربلا. رفت پیش ابو که اجازه بگیره، ولی نشانی امام حسن، شبیه امام حسن، چطور امام حسین اجازه بدن که برو جنگ؟ چندی بار رفت ولی اجازه ندادن. خیلی ناراحت بودن، بیرون از قیام نشسته بودن، سر به زانو و گریه میکرد خدایا به ما کمک کند که عموی ما به من اجازه بده. در اون زمان
مادر حضرت قاسم یادش آمد اون نامه یادش آمد، رفت صندوق را باز کرد و از اون نامه